رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران 4 دکامبر سال 2022 گزارش یکسان را منتشر کرده خبر دادند که در این کشور 4 نفر را با اتهام همکاری با استخبارات اسرائیل موساد اعدام یا قتل شدند. گفته می شود این 4 نفر شهروندان ایران بوده، از آنها حسین نام برده می شود. در خبر آمده است که این 4 نفر با صدور حکم قوه قضاییه کشور با اتهام جاسوسی برای اسرائیل گناهکار دانسته شدند. بنا به گزارش نشر شده این شخصان با فرد با نام سیریوس افسر موساد یا سازمان جاسوسی اسرائیل ارتباط پیدا کرده با فرمان او در خاک ایران گروه جنایی تشکیل نموده به گروگانگیری شهروندان و تخریب بناهای حکومتی مشغول شدند. در عموم ماه نوامبر سال 2022 مقامات ایران 7 نفر را با اتهام همکاری با افسر موساد دستگیر کرده بودند. از این شمار 4 نفر محکوم به قتل شده، 3 نفر باقی مانده را به ادعای نگهداری غیر قانونی سلاح و تهدید به امنیت کشور از 5 تا 10 سال روانه زندان کردند. این چنین رسانه‌های حکومت ایران با بخش یک مطلب ویدیویی ادعا کردند که این افراد در بودن منصور رسولی عضو گروه 840 سپاه قدس بخش مسئول عملیات‌های خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشتند. مطبوعات ایران گفت که افسر موساد حق خدمت گماشته‌اش را با کریپتوالوتا پرداخت میکرد. ایران با اسرائیل در حال دشمنی قرار داشته این کشور را نه به نامش بلکه تنها همچون رژیم صهیونیستی نام میگیرد. اسرائیل به نوبت خود ایران را بزرگترین تهدید به امنیت خود و تمام خاورمیانه میشمارد و تهران را به مبلغ گذاری و تحقیر گروه‌های ضد اسرائیلی در منطقه عیبدار میکند. ایران اسرائیل را به جاسوسی و خرابکاری در قلمرو خود متهم میکند و از افشا کردن جاسوس‌های اسرائیل پیوسته خبر میدهد. سنجیدن درستی این دعواهای ایران توسط منابع مستقل امکان ندارد.